ای خدای خوبم، نمیدانم گاهی در کجای این دنیا گمت میکنم، در هیاهوی بازار، در خستگی هایم، در وسوسه های نفسم، نمیدانم. اما گاهی تو را گم میکنم، مثل کودکی که در بازار دستان مهربان مادرش را رها کرده و به تماشای عروسکی زیبا مشغول است. بعد می‌بیند مادرش نیست و هیچ عروسکی او را خوشحال نمی کند. خدایا تو را به مهربانیت قسم می‌دهم، لحظه‌ای مرا به حال خودم وامگذار، لحظه‌ای چشم از من برمدار و مگذار که زیبایی و شلوغی این دنیا مرا از تو جدا کند. ای خالق مهربانم، دستانم را محکم بگیر که سخت محتاج مراقبتم. الهی آمین.